10 تا اکانت $1000 که قرار بود بهتون بدم و قرعه کشیش تو این ویدیو با هم انجام میدیم. جدا از اون 3 ماه قرار بریم استراتژی LS6 و LS7 رو با هم بک تست بگیریم، نه برای اینکه بهت ثابت کنم استراتژی سود دست، برای اینکه بتونی بهتر یادش بگیری. تا آخر ویدیو همراه هم باش، ویدیو رو از دست نده. سلام، اینجا تاپ این ترید و من صالح سرابیام. اگه اولین بار داری چنل من میبینی حتما چنل رو سابسکرایب کن. محتوای خیلی باحالی برات میذارم، این محتوای به درد بخوری برات میذارم و استراتژیایی که برات میذارم و قطعا میتونی ازشون استفاده کنی و برات میتونه مفید واقع بشه. ولی در کل این ویدیو رو بعد از قسمت قرعه کشیش آدمایی میبینن که واقعا قراره ترید کنن و به دردشون بخوره، چون بک تست دیدن کار آدمای پیگیره، کار آدمایی که واقعا میخوان ترید کنن. کسایی که صرفا میان یه چیزی ببینن برن، هم 2 دقیقه اول ویدیو رو میبینن و خداحافظ شما. خب اگه از قبل منو دنبال میکنی حتما لایک ویدیو رو بزن که انرژی بگیرم، چون قراره کلی کار خفن با هم بکنیم و به این انرژی نیاز دارم. همین دیگه. چیزی هم بود تو کامنت ها من بگو. بریم سراغ قرعه کشیمون. اول خب شرط شرکت در قرعه کشی بود که شما کانال یوتیوب رو ساب داشته باشی، ویدیو رو لایک بکنی و جدا از اینا بیا یه دونه کامنت بذاری داخل ویدیو که اگه برنده شدی پراپتو با اولین برداشتش چیکار قرار بکنی. بریم با هم ببینیم برنده های امروزمون کیان. این سایتی که داریم میبینی به صورت رندوم میاد، من لینک ویدیو رو بهش دادم، به صورت رندوم میاد، کامنت انتخاب میکنه که ما از بینش حالا ببینیم طرف دوستمون یعنی در واقع واجد شرایط هست یا نه. یه موردی از بین این کامنت هایی که این میاره اگه ایموجی باشه یا مثلا چیز غیر مربوط به این داستانی که من گفتم باشه بهش تعلق نمیگیره، فقط کسایی توی قرعه کشی شرکت داده میشن که این اصلو گفته باشن، چون گفته بودم کسایی که نیاز ندارن شرکت نکنن، واسه همین فقط کسایی که گفتن باش چیکار میکنن و من حساب میکنم. خب بریم ببینیم برنده هامون کیان. خب شاهین جلوخانی، اگه درست گفته باشم. میخوام دخترمو ببرم مسافرت. خیلی هم عالی دوست عزیز، شما الان برنده شدی. بیا عکس چنلت رو داخل تلگرام بفرست برای ادمین، اکانت برات فعال میشه. دوست بعدیمون گفته که من برای اولین سودم به رفیقم که ترید بلده ولی پول نداره بهش بدم و اونم سود بکنه. ریحانه نجفخانی اگه اشتباه نگفته باشم. تبریک میگم به دوست عزیز، شما هم برنده شدی. بیا داخل تلگرام عکس چنلتو بفرست تا اکانت رو برات ارسال کنیم. خب دوست بعدیمون گفته شهریه دانشگاهمو میدم ترم تابستون. کورد کینگ 7904. دوست عزیز شما تبریک میگم بهت، شما برنده شدی و الان میتونی داخل تلگرام پیام بدی و اکانتتو دریافت بکنی. خب الان این دوستمون گفته عالیه. ببین گفتم کسایی که اون نگفته باشن رد میکنیم، میریم سراغ نفر بعدی. خب دوستمون آقای المان underline YT7. میخوام با اولین برداشتم برای خودم لپتاپ بگیرم تا بهتر واسه ترید کردن. تبریک میگم به رفیق، شما الان برنده شدی و عکس چنل تو تلگرام بفرستی برات فعال میشه. یه موضوع بگم همین وسط، 24 ساعت فرصت دارید عکستون رو بفرستید. نفرستید یه نفر دیگر رو جایگزین میکنیم از بین همین کامنت ها. باز 24 ساعت از تایمی که این ویدیو گذاشته میشه. خب الان این دوستمون باز رد میشه. کارکیا آفیشیال 3973. با اولین برداشتم قطعا یه اکانت بالاتر میخرم که بتونم طبق فرمایش خودتون 2 اکانت باشم که از بازار حذف نشم. خیلی هم عالی، واقعا دمت گرم. خیلی خوبه که به فکر اکانت های بالاتر هستیم. به تبریک میگم. داخل تلگرام عکس چنلتو بفرستی برات اکانت ارسال میشه. خب دوست بعدیمون آقای رضای کریمی underline G9 فکر کنم ویه، باید وی باشه. یه سوالی فقط، خب این دوستمون نمیتونه بهش تعلق بگیره، سوال پرسیده راجع به استراتژی. هیچی. یه اکانت 5000 تایی میخرم که اگه 1000 تایی از دست رفت قصه نخورم. خیلی هم فکر خوبیه، پوشش ریسک خفنیه. امیر SH 1559. تبریک رفیق، برنده اکانت $1000 شدی. الان میتونی داخل تلگرام عکس چنلتو بفرستی و اکانتو برات ارسال بکنیم. تا الان چند تا شد؟ تا الان 7 تا اکانت گفتیم، 3 تا دیگهش مونده. بریم اون 3 تا هم با هم بزنیم. 3 تا دیگه کامنت برامون پین کن ببینیم به چه صورت. خب این دوستمون حساب نمیشه، اینم حساب نمیشه، اینم حساب نمیشه.
سه تاش حساب نمیشد. خیلی جالبه، یعنی شرط کامنت رو رعایت نکرده بودن. سلام ساله جان، ممنونم از زحماتت. می‌خواستم ببینم نتایج این اینم با سوال پرسیده این دوستمون. من اگه برنده شم با اولین برداشتم دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنم و یک اکانت جدید می‌گیرم. هایزنبرگ در واقع CX5XE. رفیق تو برنده اکانت $1000 شدی و خیلی تبریک میگم. داخل تلگرام بفرست عکس چنل تو تا اکانت رو برات فعال بکنیم. 2 تا دیگه مونده. باعث امیدواری شد که شما رو دیدم خیلی خوب بوده و الس تشکر میکنم از آموزش‌های شما. خیلی ممنونم. من به تازگی با چنل شما آشنا شدم. اینو چون کلمه انگلیسی داره جابجا نوشته کامنتشو. باعث امیدواری شد که بتونم ازش استفاده کنم و ترید قمارگونه و سیگنال گرفتن حرف بقیه انجام میدن رو بذارم کنار. اگه قسمت شد به لطف شما اکانتو گرفتم، میخوام قسمتی از بدهیام رو پرداخت کنم. برایتون بهترینا رو آرزو میکنم. منم برای شما بهترینا رو آرزو میکنم. خیلی بهت تبریک میگم رفیق، برنده شدی. آیدیتون هم هست HHP55233. بیا داخل تلگرام اسکرینتو بفرست تا اکانتو برات فعال بکنم. فقط یه نفر مونده. با اولین برداشت یه اکانت $5000 میگیرم و 2 اکانت ترید میکنم، همونطور که خودتون گفتین. ایول، واقعا اینا رو میبینم عشق میکنم که به فکر اینکه پوشش ریسک بدین هستین. یوزرنیم ایشون هم هست AB3_2006. رفیق تو هم بهت خیلی تبریک میگم، برنده شدی. داخل تلگرام بفرست تا اکانتو برات ارسال بکنیم. اینا بودن برنده های این چالشمون. یه مورد دیگه بهتون بگم، اگه شرایطش اوکی بشه ماه بعد هم براتون یه چنین قرعه کشی باز برگزار میکنم. نظرتون رو باز تو کامنت ها بهم بگین. خب دوستان، الان که اومدیم بریم رو چارت یه شمارش کردیم، دیدیم اشتباهی 9 نفر رو قرعه کشی کردیم جای 10 نفر. واسه همین یه نفر دیگه مونده. این یه نفر هم باز با هم بریم ببینیم. با اولین برداشت خرید یک اکانت بزرگتر، آقای محمد احمدیان فکر کنم 565. تبریک رفیق، تو هم برنده اکانت $1000 شدی. بیا داخل تلگرام عکس چنل تو بفرست تا اکانت برات ارسال بشه. خب قرعه کشیمون انجام شد. دم همتونم گرم. امیدوارم که از این اکانت نهایت استفاده رو بکنید. اگه هم که دیدین یه کامنت هم بذارین توی همین ویدیویی که الان دارین میبینین که شما برنده شدین. خب بریم سراغ چارتمون. خب این سایتی که الان، یعنی در واقع اپلیکیشنی که الان دارین میبینی، اپلیکیشن بک تستمون هست. من دیتا ها رو اینور وارد میکنم که مشکلی پیش نیاد. بریم از می با هم دیگه تستشو بگیریم. اول ستینگ اندیکاتورمون به این صورته. تیک ولوم دلتامون روشن. LS 6 رو قراره به هم بریم تست کنیم. خب پوزیشن اول ساعت 12:30 1 می یه دونه ریسپری وارد 2. پوزیشن دوم دوباره یه دونه ریسپری وارد 2 ساعت 15:15 دقیقه. تا الان 4% اول می رفتیم تو سود. هیچ پوزیشنی نداشته. روز بعدش 12:30 یه دونه پوزیشن دیگه داریم. میریم ریسپری وارد 2 رو بهمون فکر کنم بده. تا اینجا آره داده. میشیم 6%. ببین به خاطر هانت این کف این پوزیشن رو گرفتیم. این کف هانت شده، یه دونه پوزیشن باز کردیم. تیپی 2 که اینم در تاریخ 5 تیپی خورده و شدیم 6%. خب قانون LS چی بود؟ قانون LS 6 این بود که به 6% که رسیدی استوب میری 15 و ادامه اون 2% تو از 15 به بعد میگیری. 15 یه دونه پوزیشن اینجا داریم. پوزیشن اولش ببین به خاطر هانت اینجا گرفته شده. پوزیشن اولش باز میشه، استاپ میخوره، پوزیشن کاورش فعال میشه در این نقطه با حد ضرر این زیر که ریسل وارد 1 میده. 15 می یه دونه استاپ و یه دونه کاور تیپی که در واقع هیچ سود و ضرری نداشته این معامله. روز بعدش هیچ پوزیشنی نداشتیم دوباره تا اینجا. اینم فکر کنم استاپ تیپی باشه. پوزیشن اولش که مشخصه اینجا باز شده، همینجا استاپش خورده به خاطر هانت اینجا هم گرفته شده. ولی پوزیشن کاورش تیپیشو داده و یه دونه استاپ تیپی هم 18 می حساب میشه. در ادامه بریم جلوتر. این پوزیشن هم به خاطر هانت این کف گرفته شده حساب شده که یه دبل استاپ حساب میشه. تا الان شدیم 4%. پوزیشن نداشتیم.
یه دونه TP 2 اینجا داریم به خاطر هانت این سقف. این اندیکاتوری که رو چارته تو تلگرام هم هستش، خودش ولوم دلتا سقف و کف همه رو حساب میکنه، هر چی میده درسته. 21 یه دونه TP 2 شدیم 6%. دوباره یه دونه TP 2 دیگه اینجا به همون داد و تمام به خاطر هانت این کف. 22 و می با 63% وین رید 11 تا ترید 8% بهمون سود داد. بریم سراغ ماه بعد. خب ماه بعد روز اولش هیچ پوزیشنی نداشتیم، روز دومش این کندل به خاطر اینگالف گرفته شده. ببین کندل قبلیش قرمز خودش سعودیه، با شر تونسته بادیو اینگالف کنه، تایید ولوم دلتا هم که داره. اینجا تیک اندیکاتور رو داریم اینگالف، یه دونه TP 2 اینجا داریم. دیگه پوزیشن نداریم. اینو باید ببینم حقیقتش، به خاطر پوزیشن به خاطر این کف در واقع بهمون داده شده که هانتش کردیم. یک لحظه اینم چک کنیم. نه این تا 1.95 رفته، پوزیشن اولش استاپ خورده، TP نشده، تا دم TP مون هم رفته، ولی خب دیگه ما حساب نمی کنیم. و ولی ریسک ریوارد یکو داده، یعنی یه دونه استاپ TP سوم. خب پوزیشن دوم اینجا هستش که مشخصه دیگه TP رو بهمون داده. حالا من بازم میندازم رو چارت ببینید اینا. اینم یه دونه TP 2 تا الان شدیم 4%. میریم روز بعد، هیچ پوزیشنی نبوده روز بعد. میریم اینجا یه دونه دبل استاپ داریم اینجا، برید نگاه کنید داخل این اول استاپ خورده. پنجم یه دونه دبل استاپ داریم و یه دونه TP 2 داریم به خاطر این کندل. ببین این سقف رو هانت کردیم و تا اینجا TP 2 رو بهمون میده. پوزیشن بعدی هشتم هست. پوزیشن اولش اینجا فعال شده به خاطر این سقف باز شده، پوزیشن اینجا باز شده، اینجا استاپ خورده، پوزیشن کاورش تا اینجا ریسک ریوارد یک رو راحت داده دیگه. یه دونه استاپ TP داریم، من وارد کنم دیتاشو. بعدیش هم دوباره به خاطر این سقف اینجا داشتیم که اینم خودش استاپ خورده، اینجا پوزیشن کاور فعال شده که اونم استاپ TP شده. باز من دیتای اینم وارد کنم. قانونمون اینه که توی هر روز 5 تا پوزیشن میتونیم باز کنیم. الان هشتم شد 1 2 3 4، یه پوزیشن دیگه میتونیم باز کنیم. خب پوزیشن بعدیمون هم این پوزیشن در واقع هست ساعت 18 که اینم فکر کنم TPه. بله و میشیم 6%. باید بریم 15 هم ادامه‌شو بگیریم. خب پوزیشن اولش به خاطر این سقف گرفته شده، هانت کرده 1.69 و پوزیشن کاورش که یکو به همون داده. 15 یه دونه استاپ TP داریم که سر به سر میشن و این پوزیشن هم که یک ریسک ریوارد 2 داریم که میشیم 8% با 60% میره 15 تا پوزیشن. خب بریم ماه هفتم، در واقع همین ماهی که الان داخلش هستیم. روز اول هیچ پوزیشنی نداشته، روز دوم یه دونه استاپ TP داریم، الان بهتون نشونش میدم یه لحظه. خب ببین این سقف هانت کردیم، پوزیشن اول اینجا باز شده، اینجا استاپ خورده، استاپ این زیره تا اینجا ریسک ریوارد یکو که راحت میداده دیگه. پوزیشن بعدیش هم اینجا باز شده که ریسک ریوارد 2 رو بهمون داده، پس میشیم یه دونه مثبت 2. تا الان شد 1 2 3 تا پوزیشن باز کردیم. اینجا باز یه دونه استاپ TP دیگه داریم به خاطر این سقف هانت شده و اینجا فعال شده، کاورش TP خورده. یه دونه استاپ TP دیگه هم اینجا داریم که شدیم 1 2 3 4 5 تا پوزیشن. اینجا یه دبل استاپ داره ولی اینو نمیخوریم چون 5 تا پوزیشنمون تکمیل شده، لیمیت روزانمون پر شده. یه دونه ریسک ریوارد 2 دیگه هم اینجا داریم. بفرم اینم سوم.
شدیم 4%. دیگه پوزیشنی نبوده. ششم هم پوزیشن نداشته. هفتم اینجا یه دونه پوزیشن بهمون میده که تیپی 2 رو راحت بهمون داده و شدیم 6%. ادامهشو بعد از 15 به بعد بگیریم تو قوانین استراتژی. خود 15 هیچ پوزیشن نداشته. 16 این باز کندل اینگالفه. ببین سقف و کف هانت نکرده ولی بالاترین شادو استیشن رو داره. کندل قبلیشو با شادو تونسته اینگالف کنه، حالا با بادی هم اینگالف کرده، چه بهتر. یه دونه سل هم اینجا داریم که قسم مشخص ریسک ریوارد 50 هم میده تا این پایین. 17 یه دونه ریسک ریوارد 2 دیگه میگیریم که برآیندو بهت نشون بدم. 3 تا 8% زدیم. خب این بود برای LS 6. حالا LS 7 هم با هم ببینیم. LS 7 خیلی زودتر از این کارش تموم میشه. خب برای LS 7 ما باید بیایم داخل ستینگ، تیک ولوم دلتامون رو خاموش کنیم و قانون این که 6% رو زدیم میریم 15 رو LS 7 وجود نداره، تا آخرش میگیریم. خب 1 می یه دونه تیپی 2 داریم، در واقع 2 تا تیپی 2، یه دونه اینجا داریم یه دونه اینجا داریم. دلیلش هم قبلا گفتم، این پوزیشن تو قبلی هم بود. خب 4 می یه دونه باز تیپی 2 دیگه داریم که میشیم 6%. یه دونه تیپی 2 دیگه بدی رفتیم ما بر خود. این تیپی 2 هم که اصلا اون سری گرفته بودیمش میشیم 8%. با وین ریت 100% این ماهو تموم کردیم. 4 تا ترید. بریم ماه بعد. خدا وکیل قدرت استراتژی میبینی یا نه. 6 این کندل، این پوزیشن به خاطر کندل اینگالف گرفته شده که تونسته بالاترین شادو سشن رو داشته باشه و حالا با بادی شادو این کندل قبلیش که سعودی هست و اینگالف کنه. 1 جوان یه دونه استاپ تیپی داریم که سر به سرمون میکنه، اصلا نه سود نه ضرر. یه دونه استاپ تیپی هم اینجا داریم، باز دقیقاً این هم به خاطر ببین 1 کف 2 کف 3 کف این کف رو تونسته هانت کنه. این اینگالف نبوده چون پایین ترین شادو سشن نداره، ولی این کف سوم رو تونسته هانت کنه، واسه همین حسابش میکنیم. و یه دونه استاپ تیپی هم سر این داریم که کلا این روز انگاری اصلا ترید نکردیم دیگه، نه سود نه ضرر. خب دوم 2 تا پوزیشن داریم، یه دونه اینجا که تیپی 4 هم میداده، یه دونه پوزیشن هم اینجا داریم. الان بهتون دلیلش رو میگم. ببین این به خاطر این سقف گرفته شده تونسته هانت کنه، این به خاطر اینگالف گرفته شده پایین ترین شادو سشن و با شادو تونسته بادی قبلی رو که نزولی هست و خودش سعودیه رو هانت کنه. پس اینجا یه دونه ریسک ریوارد 2 داریم و یه دونه ریسک ریوارد 2 دیگه داریم، شدیم 4%. پوزیشن هم دیگه نداشتیم. خب این پوزیشن که 1.95 بود سری قبلی دیدیمش، ولی خودش کاورش تیپی داده بود. نمیدونم شما یادتونه یا نه، ولی من یادمه. و اینم بهتون نشون دادم تیپی خورده بود. میتونین اگه مطمئن نیستین بزنین عقب ویدیو رو ببینین. تا الان شدیم 6%. یه تیپی 2 دیگه بدی این ماه هم تموم میشه. خب یه دونه دبل استاپ 5، یه دونه تیپی 2 به خاطر این کندل و این سقف، یه دونه تیپی 2 دیگه شدیم 1 2 3. این پوزیشن 4، یه دونه تیپی 2 دیگه و این 8% خدمت شما. 61% وین ریت، 13 تا ترید، 8% سود. میریم ماه بعد، ماه آخر که همین این ماه هستش. خب اینجا رو برای یکم بهتون توضیح بدم. ببین پوزیشن اول اینجا باز شده که دبل استاپه. پوزیشن اول اینجا باز شده، اومده استاپ خورده، کاور باز شده، اومده استاپ خورده اینجا. پوزیشن دوم اینجا فعال شده، الان -2 دیگه. پوزیشن دوم اینجا فعال شده و ریسک ریوارد 2 رو داده. من دیتاشو وارد کنم. خب پوزیشن بعدی هم اینجا بوده که خودش استاپ خورده ولی کاورش
تی پی داده، یعنی یه دونه استاپ تی پیه. ما چند تا پوزیشن داریم؟ 3 تا پوزیشن، جفتشو میتونیم بگیریم دیگه، میشیم 5 در مجموع. اینم من وارد کنم. امروز کلا منفی 1 بسته شد. اینم به خاطر این کف، ببین شادوش تونسته اینو هانت کنه. بقیه‌شون هم دیگه اینو نمیگیریم چون لیمیتمون پر شده بود. خب رسیدیم 2 جولای. 2 جولای هم دقیقاً این برآیند یادتونه دیگه، سری قبلی هم داشتیمش. یه دونه استاپ تی پی، یه دونه تی پی، یه دونه استاپ تی پی. اینم نمیگیریم چون تعداد پوزیشنمون پر میشه. دوم یه دونه استاپ تی پی، یه دونه تی پی و یه دونه هم استاپ تی پی. تا الان شدیم 2%. روز بعد این پوزیشن هم که ریستوری بار 2 بود، اینا رو قبلا هم داشتیم، میشیم 4%. هیچی پوزیشن نبوده. این پوزیشن هفتم. استراتژی قبلی مثلا اینجا تیپی خورد، این یکی اینجا تیپی نمیخوره، یه دونه استاپ تیپی، یه دونه استاپ تیپی. میگم تیپی نمیخوره منظورم تارگت ماهانه است، وگرنه خود تیپی 2 که قطعا خورده باشه کاری نداریم. تا الان شدیم 6%. یه دونه تیپی 2 دیگه بدیم ما رفتیم خونمون و اینجا بهمون میده، اصلا 10% هم میداد. اینم 8. خب اینم برایندش 58% وین ریت، 17 تا ترید و 8% سودی که بهمون داده. اگر اکانتو برنده شدی پیشنهاد میکنم از این استراتژی استفاده کنی برای پاس کردنش. خودت برآیند قدرتشو دیدی، 2 تا ستاپ فوق العاده سوده بهت یاد دادم و کاملا رایگان که میتونی ازش بهترین استفاده رو بکنی. سوالاتتون رو باز میتونین تو کامنت ها اصلا بپرسین، من همه رو جواب میدم تا جایی که بتونم. داخل تلگرام هم از ادمین میتونین بپرسین. چنل تلگرام هم داشته باش، همیشه اطلاع رسانیامون راجع به قرعه کشی، راجع به همه چیز داخل چنل تلگرام گذاشته میشه که داخل دیسکریپشن لینکشو براتون گذاشتمش. ببین واقعا اینو دلی دارم بهت میگم، چنین ستاپی که انقدر همه چیزش واضح باشه، رو باشه، نیست، واقعا نیست. یعنی نمیگم تو دنیا وجود نداره، وجود داره. تو کامیونیتی هایی که من دیدم انقدر واضح برایندشون رو نشون نمیدن، جرأتشو ندارن بیان کل برایند استراتژیشون رو نشون بدن، بگن این بوده استراتژی ما، یا اندیکاتورشو بدن بگن آقا این اندیکاتور رو تو برو تست کن، اگه ضررده بود خب من میرم زیر سوال دیگه. اینو جرأتشو ندارن چون سوده نیستن اکثریت. نمیخوام به کسی توهین کنم، اما من اصلا قصد جسارت به کسی رو ندارم، دارم کلی صحبت میکنم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. لایک ویدیو فراموش نشه، به انرژیش نیاز دارم. تبریکم میگم به تمام کسایی که برنده شدن، امیدوارم که همتون به برداشت برسین. تا ویدیوی بعدی اوقاتت خوش.